روز شنبه 24 آبان ماه 93 سعید مرتضوی در دادگاه به اشد مجازات محکوم شد. 200,000 تومان جریمه به خاطر کهریزک. البته شعبه 38 دیوان عالی کشور گفت این جریمه 20,000 تومان باید باشد که هنوز سرش بحث است. همچنین پرونده فساد مالی و بخور با رحیمی و بابک زنجانی و بقیه برابچ همچنان توی آب نمک است و حالا دوباره به دادگاه فراخوانده می شود. عجب بویی میکنه این زوا. اوی اکل گرفته اینجا حسابی حالت جا میاریم. اختلاس بقیه رو میکنی؟ خبری بد برای این است که مرتضوی رو بردن دادگاه. دودو برگردون به دیفال. اگه بیافته زندون میندازمش پیشی تو وامی دارم پکاپوزه ده قرمه سبزی کنه. مثل گاب میمونه زندون بونه. چرا همچی میشه؟ یکی چراغا بگیرونه. یا هرزتی نخوتی منو بابک زنجانی از سلول کناری فرستاده. یه مسیج دنجرس دارم برام مرتضوی. اینجا نیست. این روزا همه از این مالموله که حرف میزنن. هیچکی نمیتونه اونو بندازه زندون. حدی پارتیش کلوفتس. بطمنم که باشی. از همینجا میفرستدت کهریزک. گوش کن بچه، اگه این ور آمد بگو تو پولامو بالا کشیدی. زرمار بهش بگو تو اون بیرون حالتو کردی، محاکمم شده اعدام با فیس چکش خوردش. بگو منتظرشم. باشد، ولی تو میدونی اون با خارسوش چیکار کرده؟ یه بار بهش گفت پولامو بده، محکم زد سک و صورتشو صاف کرد. دهنشم قیلگونی کرد. نزنی. زندانبان مرتضوی نیارین اینجا، نیارینش اینجا. اون خلوچلست، ببرینش تیمارستان. دین 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 دین.